تماشابینان عزیز السلام علیکم. محفل ادیبان نوروز تلویزیون بهارستان را آغاز میکنیم. چون دفعه گذشته در محفل ما از شهر دوشنبه و از ناحیه‌های گوناگون از جمله از ناحیه دوردست جمهوری هم یک گروه مخلصان، ایجادکاران نورست و خوانندگان فعال مؤسسه تحصیلات میانه عمومی اشتراک میکنند. در این محفل ما یک شعرکی خیلی عادیه که کوتاهی صبرینه را مورد بررسی قرار میدیم، تحلیل میکنیم، بها میدهیم. صبرینه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 43 ناحیه اسماعیل سامانی تحصیل میکند. در صنف هشتم هم حکایه، هم افسانه و هم شعر مینویسد. من تاکید میکنم که صبرینه یکی از شاگردان فعال حتی مشهوری همین مؤسسه است. طالب جان همچون یک خواننده اثرهای بدیعی که به خصوص از ادبیات جهان بسیار آگاه است و به صفت مشاور یک یاردمچی من در اینجا حضور دارد و 3 نفر دیگر، محب از ناحیه همدانی، محمد از ناحیه ترسنزاده و شبنم از ناحیه شاه منصور و مهمانی ما آمده اند. شما 4 نفر و من 5 نفر شعر صبرینه را گوش میکنیم، بعد تحلیل میکنیم. شرط و آدابی تحلیل شعر همین خیلی است. محفل ما همین خیلی آداب دارد. صبرینه شعر میخواند، ما با دقت گوش میکنیم، بعد ما فکر خود را بیان میکنیم، صبرینه با دقت گوش میکند، بعد در آخر به صبرینه سخن میدیم. خوب راضی؟ شبنم. خوب صبرینه شعرت رو بخوان. یاسین جان، دودرکم یاسین جان، امسال شده رهگردان، دایم او را میکوبیم، گاه دیر و گاه زود یابیم. گاهی باشد در چمن سیر گلهای وطن، در باغ بابا بزن جسته یابم او را من. دیروز او را نیافتیم، باغ کلان را کفتیم، نبود در سیر چمن نزد گلهای سمن. ناگاه آمد به خانه هم خرسند و شادانه، در دستک شیرینی بازیچه ها را بینیم. بعد شنیدم آوازه رفته است او مغازه. رفته است او مغازه. محبت تو فهمیدی شعری صبرینه چی معنا دارد؟ بله. کنی معناش رو بگو. معنایش این که دودرکش به هر جا می رود و شوخ بوده است. شوخ بوده است و دودرکش رو می کوبد، اما پیدا کردن نمی توانند و باغ کلام را جستجو می کنند اما پیدا نمی کنند. روز دودرکش با خرسندانه به خانه می آید، در دستکش شیرینی و بازیچه ها دارد و دودرکش به مغازه رفته بوده است. درست است. آفرین چی محب هم به خطا قریب یگان غلط نکرد و در حقیقت مضمون شعر همین است. اکنون محاکمه میکنیم. محب همین شعر به تو معقول است؟ بله. معقول است نه؟ بله. دودرکش را کفته است، تو هم دودرکت را یگان وقتا کفتی نیافتی، بعد دیدی که در یگان جا پنهان شده است هم پیدا شد. خوب طالب جان چیزی گفتم میخواهی؟ صبرینه بسیار شعر خوب به ما پیشنهاد کرده است و بسیار برای سن سال خودش موافق است. یعنی درباره آن که دودرش را گم میکند روزه و میبیند که یک روز و دودرکش چون میبیاید به خانه میبیند که در دست او شیرینی است و بازیچه ها دارد و بعدا از همسایه ها میفهمد که دودر او به مغازه رفته است. این بسیار موضوع خوب است برای بچگانه و اما در بعض جایها وزن و قافیه را رعایت نکرده است. در بین شعر قریبی در آخرش وزن و قافیه رعایت نشده است، اما از جهت مضمون قریب که خطاگی ندارد. ما میدانیم که شعر انجام شعر، آخر شعر باید که در خاطر نقش بندد، عجیب باشد. مثلا یوسف جان احمدزاده محب یک شعر که داره، مثلا
کدوی ما کلان شد، فانوسی باغمان شد. اگر همین نباشد همین شعر اینقدر برجسته نمیشد. یا اینکه در شعر موشک یوسف جان احمدزاده گفته است که در آخر شعر شکر کلانک شدی دانه کشانک شدی. میخواد بینه چه خیلی عجیب گفته است. من میگویم که تا نزدیک گلهای سمن هستم اونجا، یعنی تا همینجا شعر بسیار خوب است، خیلی کم خطا دارد. یعنی دودرکش شوخ بیقرار بود، هر روز به هر کجا می رود خب میبینن که از باغ میابن، از کوچه پیدا میکنن، از لب جویبار، از لب حوض میبینن که بعضا به بام برآمده است. هم بس چی شوخ است. لیکن یک صبرینه یک در آخر شهر همین خیلی یافتن در کار که بسیار عجیب باشد. بعد مثلا البته به مغازه رفته شیرینی ها آورده خوب است، یک لحظه دیگری بسیار عجیب پیدا کردن در کار. یعنی جنبست شعر. خب من میتوانم یک نمونه پیشنهاد کنم. اگر دودرکش بسیار در اول نوشته که شوخ بیقرارم و به هر کجا می رود و ما قریب بیزار شدیم از جستجوی پیدا کردنش. و یک روز دودرکش خاموش شد، نیست در یگانجا. این طرف می روند نیست، اون طرف می روند نیست، اونجا می بینند نیست، بوم می برویند نیست، کوچه رو می بینند نیست، در پشت دروازه نیست. و بعد در کجا بینند، در کجا پیدا کنند عجایب می شود. می تواند شاید در یگانجا کتاب خوانده ایستاده باشد بسیار عجایب می شود، چون که بعضی کودکان کتاب کم می خوانند و شاید کتاب در یگان جای کتابخانه یا که در یگان خانه یگان کتابچه رو گرفته رسمهایش رو تماشا میکنه، بسیار عجایب میشه. شبنم چی میگویی؟ من هم به همین جواب راضی هستم. او میتواند نه کتاب خواند و رسمهای کتاب را تماشا کند. برای اینکه هنوز کتابخوان نشده. خواه باور کنید خواه نه، من هم در همین فکر بودم که وقتی وای در یگان گوشه هم فرض کردین در تگی درخت زردالو یا در یک کنج حولی یا در یک جایی که بسیار آرام خلوت هست، یا در کنج خانه یا در بالا خانه نشسته وقتی کتاب میخواند، همه در جستجو پیدا نمیکنن، بناخواست میبینن که کتاب خوانده ایستاده است. و همه البته خواطر بودن، همه در قهرم بودن که حاضر اگر پیدا کنیم جزایش رو میدهیم، لیکن میبینن که کتاب خوانده ایستاده است یا کتاب تماشا کرده ایستاده است، میگوین که خرسند میشوند، هم غم و درد و تشویش فراموش میشه و خرسند میشوند. صبرینه ما همه خدر مسئله میتیم که تو کار کنی، یعنی در آخر همین شعر باید که در سری فرض کردیم کتاب خواندن یا در رسم کشیدن یا شاید که با چی مرغکان با پرنده ها دانه داده ایستاده بود، یگان مشغولیتی که همه خاندان رو اینا پریشان بودن، خواطر بودن، خرسند کنه. همین خیلی یک شعری خوب می شود. بعد البته باز شاعران ورزیدی ما می توانند با شعر تو مسئولیت های مفیدن و این شعر رو کامل کنن. همین مهمش اینه که جنبست شعر بسیار در خاطر آدم سخت نقش و آدم رو به تبسم مایل کند یا به اندیشه وادار کند. خوب، شعر خوب بود. خیلی مدامه که ما صبرینه یک شعری نویست، اینجا چند مثل 2 4 6 8 10 12 مصرعش بسیار خوب است. فقط تو 2 یا 4 مصری دیگر علاوه میکنی، یک شعر خوب میشه. به نزد خیراندیش میبری و خیراندیش بچه ها رو بسیار دوست میدارد، احترام میکند و میخواهد که ایجادات آنها رو زود به چاپ رساند و پیرو میتواند که به دست بچه ها شعر تو رو رساند. پیش از اون که سخن رو به صبرینه دهیم، من میخوام که محمد جان برای ما یک شعر بخواند، چون که این محفلی شعر است. خوب محمد؟ شعر الله گوید مادرم گر برای خواهرم می شود به اختیار چشمانی هم مخمار. از الله اشخا باید
یک خوابکی باب آید الله گوید مادرم همه رو می نگرم عسل بارد الله اش شکر دارد الله اش چو سرمانی به بالین می آید خواب شیرین الله مادرم را همه می داند اینجا هم مامایم می داند هم بابایم می داند هم دادام و هم گلنار هم خودم شب 100 بار می کنم به اختیار الله او را تکرار همه می خواند اینجا جو یکی در خانه مرغکی سر لانه با مادرم برابر الله گوید تا سحر. دیدی چقدر شعری کی است؟ گلرخسار صفی. گلرخسار صفی بسیار خوب. دیدی چقدر شعری بچگانه و شعری خوب، شعری الله. همین خیلی شعرها زیاد از یاد کنه و وقتی شعری خوب زیاد از یاد میکنه آدم بعد شعری خوب هم نوشته میتونه. برای یک شعری خوب نوشتن کمش 20 یا 30 شعر خواندن در کار یا از یاد کردن در کار. خوب یک شعر دیگر ما از شبنم میشنویم و بعد از اون سخن رو به صبرینه میدیم که به ایراد و مصلحت های ما چی میگوید و رنجید یا خرسند شد. خوب مرحمت شبنم چی شعر میخوانی؟ شعر تاجیکستان. مرحمت شبنم. تاجیکستانی زی جان شیرین ترم، تاجیکستانی جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. دوست دارم خلق گلدستی تو را، چشمه ها و رود پرشستی تو را. دوست دارم کوه و دشت رازی جان، هر نهالی شوخ و سرمستی تو را. دوست دارم ریزه سنگانی تو را، باغ و راغ پرز احسانی تو را. دوست دارم هر نهالی سبز تو، هم بدخشان هم زرفشانی تو را. یک شعری بسیار مشهور است. شعری کی است؟ شعر حدیث قربان. شعر حدیث قربان و یک سرود هم شده هستند. ما هر زمان میشنویم شعر هم بدخشان هم زرفشان تو را. شعر خوب خواندیتون هر دی شما. این چی محمد شعر الله گفت قریب خوب ما آمده بود. باز شبنم شعر تاجیکستان خوند، ما خوب ما پرید شور شدیم. اکنون سخن را به صبرینه میدیم که صبرینه وابسته به مصلحت های ما. من طالب جان بسیار مصلحت خوب داد، من خرسند شدم گویا که فکر ما را خواندی. مرحمت صبرینه. من زیبایی تاجیکستانی تاجدارم را به نهایت دوست می‌دارم. همیشه کوشش به خرج می‌دهم که روی کاغذ شعر و حکایه های را بیارم که در دل هر یک خواننده حس وطن دوستی و دوست داشتن طبیعت را بیدار نماید. از این رو در این راه من به مصلحت استادان و همقلمانم نیاز دارم و قبول می نمایم. یعنی که همین جنبست شعرت رو هم دیگر میکنی. خوب البته تو شعر زیاد نوشته، با بعضی شعرهای تو در دست ما هست. از اینجا یک شعر دیگر هم در دست ما هست، ارچه. ما با وابسته به این ارچه در یک محفل دیگر با سخن میگوییم، با مصلحت میدیم. صبرینه من میدونم که تو خیلی کتاب زیاد میخوانی، خواننده خوب هستی و باور دارم که تا ختم مکتب تا صنف 11 تو از عهده شعرهای خوب گفتن میبرای. به تو صبرینه که هستی صبر میخواهیم که در همین میدان ادبیات رحکم نزنی و همین با راهی که نشان میدهند استادان، استاد عینی، استاد ترسونزاده و اینقدر شاعر ادیبان خوبی ما نشان دادن، ثباتکارانه بسیار با جرأت قدم میزنی. برای با جرأت قدم زدن پیش از ما خواندن در کار و مشق کردن در کار. ما با صبرینه تماشابینان عزیز موفقیت های ایجادی تمنا میکنیم از طالب جان و از شبنم. برای مصلحت خوب دادنشون به صبرینه تشکر میگوییم و من محمد شعر خیلی زیبا خواند، ما رو خرسند کرد، شعر الله.
و محبه اگرچه بسیار با آداب و آرام و خاموش نشسته باشد هم در محفل گذشته ما خیلی سخنهای خوب گفت، اما بار دیگر چه محبه را برای در دور سیوم برای غالب آمدن تبریک میکنیم و برای در دور چهارم غالب آمدن به تو موفقیت های زیاد آرزو میکنیم. ما باور داریم که اگر شما مثل صبرینه طالب جان کتابخوان شوید، باز در آزمون های دیگر هم اشتراک کرده شما هم غالب میآید. تماشابینان عزیز، این بود محفل نوبتی ادیبان نورس که تلویزیون بهارستان در همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان برای بچه های تاجیکستان برگزار نمود. سلامت باشید تا واخری دیگر.